50% موی سرت نیست. و گفتی استاد ظفر ایوبی که از جبر و جفای دخترم موی سرم ریخت. ما دانوی بعدیم برای همون حسابی دانوری اکا عبادت رجب و شما با عبادت رجب و یک جا خوندید؟ بله بله با یعنی مطلوبه پرویز اشورov. السلام علیکم. علیکم السلام اکاجان. شما ناز؟ کارا خوبه؟ شکر رحمت. اگر خطا نکنم امید جان زینیدی شما. از تقدیمات مجید کلابی. درود با شما دوستان عزیز و ابوناچون کانال مجید کلابی. برنامه در مهمانی هنرمند است. این لحظه باز هم منظور شما. رسیدیم به دیدار نوبتی شما دوستان عزیز. و ما تهیه‌گران خواستیم از حیات و فعالیت یک هنرمند جوان صنعتکار به نهایت با استعداد امید جان زینیدین پیشکش شما نماییم برنامه نوبتی را. و عین حال ما تهیه‌گران نمی‌دانیم امید جان در کجا قرار دارد، در کجای کلوب شهر بوستانی است. تصمیم گرفتیم که این هنرمند جوان را زنگ بزنیم تا آگاه شویم که در کجا است. زنگ میزنیم دوستان. خلاقه گودوب رفته است. منتظر میشویم امید جان در کجا قرار دارد. السلام علیکم. و علیکم السلام. امید جان زینیدین؟ بله نشناختم. ما از کانال مجید کلابی امروز خواستیم که برنامه نوبتی را با شما یک ثبت نماییم از فعالیت هنری شما، از صنعت شما، از استعداد شما. بله بله اگر زید نباشید. باز عین حال شما در کجا هستید؟ عین حال من در باغ بوتانیکی شهر هستم. در باغ بوتانیکی. بله یک 10 دقیقه وقت شما را اگر زید نباشید میگیریم اومده از نزدیک صحبت میکنیم. کم در باغ بدون خیلی میتوانید بیایید برنامه داشتم. باشد یاد نیست اکاجان. زنده باشه. بله شد. دوستان عزیز یک جا میرویم، ما رو تنها نگذارید و پادپیسا لایک فراموش نمیکنیم زیرا که لحظه های جالب در پیش است. میرویم دوستان. ای مادری جان جانی تو در جانم، ای مادری جان جانی تو در جانم، ای بدی سری تو خزان و سرگردانم. دوستان عزیز عین حال ما رسیدیم به جای گفتگی امید جان زینیدین و یک جا میبینیم که عین حال امید جان در کدام گوشه باغ بوتانیکی شهر کلوب قرار دارد. ما رو همراه باشید. رفتیم. دوستان عزیز اگر خطا نکنم امید جان زینیدین در آنجا قرار دارد. یک جا میرویم میبینیم به نظرم هنر خود را صیقل داده ایستاده است. از صدایش уже معلوم است. السلام علیکم. علیکم السلام اکاجان. شما ناز؟ کارا خوبه؟ شکر رحمت. اگر خطا نکنم امید جان زینیدی شما. زنده باشین. ما از کانال مجید کلابی بله ما زنگ زدیم خواستیم امروز در برنامه نوبتی از هنر شما، از استعداد شما، از صنعت شما بهر مخلصان، بهر ابوناچیان کانال پیشکش نماییم. اگر شما زید نباشین. سلامت باشین. سلامت باشین. دوستان عزیز عین حال ما امید جان زینیدین رو پیدا کردیم و این نوبت میخواهیم از فعالیت و هنر و استعدادش بهر شما کمی هم باشد قصه نماییم.
چخیلی که میبینیم یکچند افتخارنامه هم سزاوار است. در تمام چهاربینی ها هم فعالانه شرکت می‌ورزد و عین حال از زبان خود این جوان با استعداد میفهمیم میشنویم که در چه کار و بار فعالیت ایجادی قرار دارد. امید جان خوش آمدید به برنامه در مهمانی هنرمند. مرحمت. من سلامی ابوناچیان، سلامی تمام مردم تاجیکستان رو به شما میرسونم. سلامت باشین. من هم سلامی درود خود رو به کل مردم تاجیکستان میرسونم و بگذار اما وقت سربلند باشن و ما در خدمت مردم باشیم. امید جان سربلند باشی. دوستی عزیز، میگفتی که امروز پای چی کارهای ایجادی هستی، در چی کار و بار مشغول هستی؟ وقت خیلی کمی نمیکند برای کارها رو پیش بردن، یعنی که هنر خود رو پیش بردن؟ برای صنعتکار وقت خیلی بگم کم است میشود. برای صنعتکار ایپای ایجاد میشود، یک سرودی نو تیار کنند. مقصد خلاص ایپای ایجادیات سرودی وطن مثال ما در برای یک سرود تیار کردن چند وقت مقصد میکشه که این سرود تیار کنی، آهنگ بسازی، ارنجیروفکا کنی. مقصد خیلی وقت میره برای صنعتکار. من از خردی یعنی از صنف چهارمی با سرودخوانی هوس داشتم و میموندم تلویزیون رو فقط سرودخوانی رو گوش میکردم که کوچ خیلی سرود میخونن. بسیار کدام سرودهای هنرمندا رو گوش میکردی؟ سرودهای استاد افضل شادی همه رو گوش میکنم و هر کس خاصی خواندن سرودی خود را دارد. مقصد ای استاد افضل شادی بسیار کدام سرودش پسند است؟ سرودی یعنی جوانی رفت. جوانی رفت. بله. بحر ابوناچیان، بحر مخلصان، میتونید یک دو مصرع شد زنده؟ بله البته. چی سود از زر علا یاری زرافشانی، جوانی رفت چی از ازل ای شوخی بدخشانی، جوانی رفت. آفرین. از آواز شما معلوم است که به نهایت آواز پرقوت است، آواز خوب است، آواز شیرین است. باز هم شما میتوانید که این آواز را صیقل دهید، زیرا که هر یک صنعتکار در برابر مشهور شدنش باید چیکار کند؟ یعنی که صیقل دهد هنر خود را. بله. امید جان خیلی که ما میبینیم در اینجا یکچند افتخارنامه، یکچند گراموت است. اینها از کجا کمتر معلومات میخواستیم؟ بحر ابوناچیان. من سال 2010 در ولایت سوغ بین 6 دولت جای نمایان را اشغال نمودم و صاحب دیپلم شدم. این گراموتر هم باشد از همون یعنی ولایت سوغ همون آزمونی که بود از همون جا گرفتم و سال 2011 باشد گازت برآمده بود. برای ما گازت برآورده بودن امید کلان از امید، یعنی همون گازت است. در اینجا من سرود خونده ایستادم، مقصد درباره معلومات داده گفت. مقالات. بله مقالات چاپ شده است. این باقی مانده از افتخارنامه و سپاسنامه دیگر به نهایت بسیار است. بله به نهایت بسیار است. رحمتنامه در تمام چهاربینی ها اگر خطا نکنم شرکت میکنید؟ بله البته. این داخل شهر است یا که بیرون از شهر؟ داخل شهر، بیرون از شهر است. بیرون از شهر تا کجا؟ ولایت ختلان، سوغ؟ تا ولایت سوغ، بیرون از سوغ در ولایت مختار کوهستان بدخشان در آنجا. بله در پامی کدام چهاربینی بود؟ کدام آزمون بود؟ بانکت رفته بودیم در آنجا. بانکت رفتیم با دعوت دوستان. بله دوستان عزیز، عین حال نگفتن هموند که ما در مهمانی صنعتکار جوان امید جان زین‌الدین قرار داریم. بسیارتر شما در کدام موضوع سرود ایجاد میکنید، سرود میسرایید؟ من بسیارتر در موضوع وطن، تاجیکستان، مادر سرودخوانی میکنم. دوستان عزیز، عین حال یک سرودی امید جان زین‌الدین منظور شما مینماییم و بعدا با صحبت را ادامه میدیم. ای مادری جان جانی تو در جانم، ای مادری
در جان جانی تو در جانم ای بدی سری تو خزان و سرگردانم بالای سرم بودی سرم در زانو اکنون سری زانویی که سر بمانم بالای سرم بودی سرم در زانو اکنون سری زانویی که سر بمانم اکنون سری زانویی که سر بمانم لوله
دوستان عزیز ادامه صحبت است با هنرمند جوان اومدجان زینالدین. اومدجان سرود را علاقه ما پیشنهاد نمودیم و میگذاریم باز با سوال نوبتی. عین حال شما جوان هستید، یعنی که اگر تخمین بگیریم 20-25 ساله، برای چی سبب در چی باشد که در سن 25 سالگی علاقه 50% موی سرتون نیست؟ و گفتی استاد ظفر ایوبی که از جبر و جفای دخترم موی سرم ریخت. یعنی که سببش رو نگفتی و گفتی یکی ظفر گفتی نه که سببش رو نگفتی. چی سبب داشت؟ سببش در چی بود؟ نرسیدن ویتامین یا از فکر زندگی این چی بود علاقه؟ کمتر معلومات. دونوی بعدیم برای همون حسابی دونوگی اکا. انسانی که صنعتکار میشود از عهده نواختن یک چند اسباب میبراید. باز عین حال کدام نمودی اسباب ها رو نواخته میتونید؟ من اسباب فورتپیانو رو مینوازم، تبلک رو مینوازم. باز دتو رو مینوازم کم کم میباشد. به طور خود؟ به طور خودم مینوازم بله. اکاردیون خیلی بسیارتر در تنهایی وقتی که اگر تنها موندی بسیارتر با کدام اسباب مشق میکنی؟ با اسباب فورتپیانو بسیارتر. در خانه هست فورتپیانو؟ بله است. فورتپیانو خیلی آواز فارم دارد، بله، آواز بله. شیرین دارد. امید جان بعد ختم مکتب یگان جا داخل شدی، ختم کردی نکردی؟ بله البته من سال 2014 در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان طبق کوتا پرزیدنتی داخل شدم و بسیار دوستا دارم، همکورسان دارم. یکی از همکورسان حافظه شناخته عبادت رجب و شما با عبادت رجب و یکجا خوندید؟ بله بله با یعنی مطلوبه پرویز اشور همه اینا هم کورسای ما بودن. پرویز یعنی که پرودیوسری فرانوز؟ بله بله. دوستان عزیز عین حال باز یک سرودی من همین هنرمند جوان صنعتکاری بالایاقت با استعداد اومدجان زینالدین رو گوش میکنیم، یک جا حلاوت میبریم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. برو همراه باشید. Gul
دوستان عزیز، ادامه صحبت است با هنرمند جوان امیدجان زین‌الدین. امیدجان، ظفر ایوبی رو میشناسی؟ بله البته او کی نمیشناسه، آدم میشناسه. ظفر ایوبی رو پرسان کردن که شما کی از ما میروید؟ و استاد چنین گفتن که تا بروکی جنس کراسوفکای ادیداس اگر از ما نرود من نمیروم. اما شما بگوید که تا کدام اندازه انا شما کوشش میکنید که مثل همین استاد ظفر ایوبی باشید؟ عین حال که من جوان هستم مثل استاد ظفر ایوبی کوشش میکنم و زحمت میکشم که با یعنی سرود خود با یعنی هنر خود را معرفی کنم و مثل استاد ظفر ایوبی در سرتاسر جمهوری که وی را میشناسند من هممون خیلی نامدار شوم و افتخار تاجیکستان شوم. از چی شما شرم میکنید؟ آزاد صحبت کنید. صحبتی آزاد از صحبت ما، صحبتی صمیمی باید باشد. بحر مخلصان، بحر ابوناتچیان کانال ما، بحر تمام مردمی که امروز از تمام گوشه و کنار ما رو میبینند باید آزاد باشد. چگونه با میبینم شما به نهایت در هیجان هستید. این هیجان های کجای با فکرم خاراکترم خیلی است. خاراکترم بله بله. من فکر میکنم که عبد نکدام نه عبد کردم خاراکتر. نه خاراکتر مونم خیلی است. سلامت باشین. دوستان عزیز، صحبت رو با درازا نمیبریم. امروز که مهمان ما بودند امیدجان زین‌الدین، صنعتکار جوان و چنانه که شما میبینید سزاوار یکچند افتخارنامه ها است، سزاوار یکچند جایزه ها هم شده است. بله. بگذار این حال که جوان است در آینده هنر خود را سیقل دهد، باز در چارابین های فرهنگی نامبردار ملت و دولت خود باشد. زیرا که میگویند اگر هنرمند سرود خوب یعنی که کلیپ خوب نداشته باشد، هنرمند رو تیز مردم از خاطر خود دور می‌سوزند، فراموش میکنند. ما با امیدجان در هنرش، در استعدادش، در فعالیت هنریش بردباری خوان هستیم. بگذار در جدای بلند صنعت شما رو ببینیم. در کجای باشید خدمتگار خلق و ملت خود باشید. عین حال شما با معرکه‌های مردم رفته است. بله البته میرویم. بله البته ما بسیار میرویم. معرکه انسامبل است. هر هفته قریب که معرکه میرویم، معرکه میگذاریم. در خدمت مردم در خدمت مردم هستیم. بله دوستان شنیدید، امیدجان در خدمت مردم هستند تا زیرا و خواهند بود. البته مرحمت کسانی که مراجعت میکنند امیدجان در خدمت شما هستند تا حد امکان اگر که زورش رسید. بله خدمت میکنیم. خدمت مردم رو با جان میبرند. البته از زبان خود امیدجان فهمیدید. دوستان عزیز، در آخر صحبت به همه شما خانوادگی و سربلندی تمنا میکنیم و امیدجان را در کارهایش بار دیگر موفقیت سربلندی خواهان هستیم. بگذار صفیانه همین خیل صنعتکارا در جاده صنعت مستحکم باشد، زیاد شود تا اینکه مردم سرودهای نو به نو اینها را گوش کنند و حلاوت برد. ما را همراه باشید. برنامه‌های دیگری کانال مجید کلابی هست، ادامه می‌یابد و تا برنامه‌های آینده خداحافظی می‌کنیم. خیر. Aman aman,
جان